کیک صبحانه. احتمالاً یک صبح را با لذت خوردن یک کیک صبحانه تازه و خوشمزه تجربه کردید. ما در شرکت بهبودگستر سانیا تحت برند الیاس سانیا با بهره‌گیری از بهترین متخصصین، فرمولاسیون و مواد اولیه، دانش فنی لازم برای شما در تولید یک کیک صبحانه با کیفیت با طعمی اصیل را فراهم نموده‌ایم. با استفاده از ژل کیک های الیاس سانیا می توانید علاوه بر کاهش دوز مصرف آنها و کمک به کاهش بهای تمام شده به بافتی بسیار سبک و یک دست و نرمی و لطافتی مثال زدنی دست پیدا کنید، به طوری که با حجم بیشتر وزن کمتری را در کیک صبحانه ایجاد نمایید و همچنین با استفاده از بیکینگ پودرهای ما بافت بسیار عالی و سفیدی بافتی بی‌نظیر به دست آورید که علاوه بر یک نواختی و حجم مطلوب، نگرانی در خصوص زرد شدن بافت کیک در طول زمان ماندگاری نخواهید داشت. با استفاده از این بیکینگ پودرها علاوه بر افزایش کیفیت می توانید میزان مصرف اسیدها را در خمیر کاهش دهید، چرا که این بیکینگ پودرها باعث افزایش pH محصول نمی شوند و تازه آن را کاهش نیز خواهند داد و این امر در ماندگاری محصولات بالاخص در کیک صبحانه بسیار اثرگذار خواهد بود. در کیک های صبحانه همیشه رطوبت و زمان ماندگاری یک دغدغه اساسی بوده است که با استفاده از کاهنده سوپر اکتیو الیاس سانیا می توانید علاوه بر افزایش رطوبت تا حدود 22% نگرانی بابت ماندگاری و کپک زدن کیک ها را با تجربه کاهش واتر اکتیویته به زیر 75% از بین ببرید و علاوه بر آن به زمان بالاتری از ماندگاری دست پیدا کنید که حتی می تواند بیش از 6 ماه نیز باشد. در تمام این مدت میزان رطوبت بالا و واتر اکتیویته پایین کمک شایانی به عدم بیاتی و پاشندگی کیک صبحانه خواهد نمود و خوراک این کیک نیز به دلیل همین ویژگی‌ها بسیار لذت بخش می شود. بدین ترتیب در صورت استفاده از ژل کیک، بیکینگ پودر و کاهنده واتر اکتیویته سوپر اکتیو این شرکت در کنار فرمولاسیون انحصاری می توانید هم در بعد اقتصادی و هم در بعد بازاریابی با افزایش کیفیت افقهای تازه‌ای برای فروش محصولات خود بالاخص کیک صبحانه ایجاد نمایید و مطمئن باشید تیم بهبودگستر سانیا همیشه در کنار شما خواهد بود و هرگز شما شرکای تجاری خود را رها نخواهد کرد و همواره با ارتقای سطح کیفی محصولات شما را در رقابت با بازارهای جدید نگه داشته و تنها نخواهد گذاشت. تعهد ما همیشه در اوج نگه داشتن محصولات شما خواهد بود.